مردم هرات در سرک‌های این شهر هراسان می‌دوند از ترس زلزله شدید دیگر که امروز یک شنبه رخ داده است. مرکز زمین شناسی ایالات متحده بزرگی این زلزله را 6.3 درجه ریشتر گزارش داده است که به ساعت 8 صبح به وقوع پیوست. به دنبال آن نیم ساعت یک زلزله دیگر نیز رخ داد که شدت آن 5.5 درجه ریشتر بوده است. نثار احمد الیاس سخنگوی والی هرات در صفحه اکسش نوشته است که تاکنون 1 تن شهید و 35 تن زخمی به شفاخانه حوزوی هرات انتقال داده شده است. تکانهای این زلزله بر علاوه هرات در ولایت‌های همجوار آن نیز احساس شده است. عملیات کمک رسانی در هرات جریان دارد، اما به گفته زلزله زدگان کافی نیست. زلزله زدگان از هوای سرد حکایت می کنند و از این طرز دارند که گویا هوای سرد به اطفالشان آسیب خواهد رساند. اما حکومت امارت اسلامی افغانستان می گوید که پلان دارد تا قبل از فرارسیدن زمستان به زلزله زدگان خانه بدهند. مقامات حکومت می گویند که عملیات نجات زلزله زدگان و کشیدن قربانیان از زیر آوار دیروز به پایان رسید. برای جزئیات بیشتر این خبر چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و از تلفات احتمالی این زلزله آگاه شوید.